بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیة والنصر واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه. خدای بزرگ رو سپاسگزارم این فرصت رو عنایت کرد یک بار دیگه از کشور زیبا و دوست داشتنی تاجیکستان دیدار داشته باشیم. صمیمانه تشکر میکنم از جناب آقای رئیس جمهور، جناب آقای امام علی رحمان، دوست و برادر عزیزم که برادران خودشون رو برای شرکت در جشن‌های 20مین سال استقلال دعوت کردن. همه مطالبی که جناب آقای رئیس جمهور فرمودند مورد تایید بنده هم هست. در واقع ایشون از طرف هر دوی ما صحبت کردن. رابطه ایران و تاجیکستان رابطه بسیار ویژه و استثنایی است. هم ایران هم تاجیکستان با اکثریت کشورهای دنیا روابط بسیار خوب و صمیمی داریم. مبادلات تجاری، فرهنگی، مراودات سیاسی داریم. اما رابطه تاجیکستان و ایران و تاجیکستان یک رابطه اختصاصی است. در واقع ما دو پاره از یک پیکریم. همونطوری که به درستی آقای رئیس جمهور اشاره کردن، نژاد ما، فرهنگ ما، آیین ما، تاریخ ما، آداب و رسوم ما، حتی اندیشه های امروز ما با هم یکیست. هر اتفاق مثبتی که در تاجیکستان میفته مردم ایران خوشحال میشن و در ایران میفته مردم تاجیکستان خوشحال میشن. ما در غم هم شریکیم، در شادی هم شریکیم. افتخارات ملی ما مشترک است. در بسیاری از امور منافع امروز ما هم مشترک است. آبادانی و پیشرفت و عزت تاجیکستان آبادانی، پیشرفت و عزت ایران هست و به همین ترتیب در مورد ایران برای تاجیکستان هست. ما در تاجیکستان احساس آشنایی میکنیم، تاجیک ها هم در ایران احساس آشنایی میکنند. کارهای خوبی انجام شده و میشود. یکیش همین سد سنگتوده 2 هست که انشالله تا پایان سال جاری انرژی برقش در خدمت مردم عزیز تاجیکستان قرار خواهد گرفت. سد جدیدی امروز مبادله موافقتنامه شد. اما کارهایی هم داره میشه. بخش خصوصی ایران و تاجیکستان سرمایه‌گذاری های مشترک دارن، تجارت مشترک دارن، اینها خیلی خوبه. اما علاقه دو طرف، ظرفیت دو طرف بیش از این هاست. هنوز جا برای همکاری خیلی فراوانه. ما می توانیم نیازهای خودمون را اول از کشور برادر تأمین کنیم. ایران از تاجیکستان، تاجیکستان از ایران، بعد بریم سراغ دیگران. در بسیاری از کارهای اقتصادی باید برنامه ریزی کنیم، کارهای جدیدی رو شروع کنیم. خوشبختانه تاجیکستان یک حرکت رو به رشد و پیشرفت خوبی رو الان برنامه ریزی کرده. ما تفاهم کردیم با هم که کمیسیون مشترک نهم به زودی در تهران برگزار بشه. قبل از اون یک کمیته مشترکی تمام توافقات قبلی رو بره بررسی کنه. اگر مانعی هست، اگر مشکلی هست، اینها رو در کمیسیون مشترک
اونجا حل و فصل کنن. یه نماینده ویژه از طرف من تعیین شد، یه نماینده ویژه از طرف آقای رئیس جمهور تعیین شد که اینا بشینن موارد رو جلو ببرن. ما رابطمون رو باید به حد اکثر ممکن برسونیم و این شدنی است. رابطه اقتصادی، رابطه فرهنگی، رابطه صنعتی، رابطه علمی، تفاهم خیلی خوبی شد درباره مبادله دانشجو، مبادلات علمی. باید تجربیاتمون رو در اختیار هم قرار بدیم، پیشرفت‌های علمی و فناوری رو در اختیار یکدیگه قرار بدیم. در همه صحنه‌ها باید در کنار هم باشیم. در مسائل چند جانبه هم پروژه‌های بسیار خوبی تعریف شد. انتقال آب و برق از تاجیکستان به ایران، خط آهن، جاده و همینطور مطالعه انتقال انرژی از ایران به تاجیکستان که اگر توجیه اقتصادی داشته باشه، نفت، گاز، کجا بهتر از تاجیکستان که ما به اون نفت یا گاز منتقل کنیم. بررسی قرار شد بکنن، اگر از نظر اقتصادی به صرفه بود از مسیر لوله، اگر نبود از روش‌های دیگری انتقال انرژی انجام بشود. در مسائل فرهنگی سه جانبه باز با افغانستان توافق خیلی خوبی داریم، انشاءالله به سرعت اجرایی می شود. در مسائل منطقه‌ای و بین المللی ما نگاهامون با هم مشترکه. ما معتقدیم هیچ کس نباید اجازه بده که دشمنان قسم خورده ملت‌های ما بتونن بیان در منطقه ما جای پایی پیدا کنن، فرصت برنامه‌ریزی پیدا کنن، فرصت تسلط بر ملت‌های ما رو پیدا کنن. ضمن اینکه ما با همه دوستیم، میخوایم دوستیمون رو گسترش بدیم، اما از استقلال خودمون، منافع ملت‌های خودمون باید دفاع کنیم. اجازه ندیم دیگران بیان به بهانه‌های گوناگون دوباره چترشون رو در منطقه ما باز کنن. حالا 20 سال، 30 سال، 50 سال دوباره مبارزه بکنیم برای استقلال خودمون. از این جهت هم نگاه‌های ما با هم مشترک است. من مجدد تبریک میگم سالگرد استقلال تاجیکستان رو. ایران اولین کشوری بود که تبریک گفت و به رسمیت شناخت. استقلال تاجیکستان برای ایران خیلی مهمه، خیلی ارزش داره. در واقع استقلال یک فرهنگه، استقلال یک تاریخه، استقلال یک ملت بزرگه، ملتی که شخصیت‌های بزرگی رو در خودش پرورش داده، شخصیت‌های جهانی، شخصیت‌های تاریخی، شعرا و دانشمندان و متفکران و عارفان بزرگ. خب همین امروز قرار شد بریم برای زیارت میر سید علی همدانی، یک عارف بزرگ، یک شخصیت تاریخی. خب آقای رئیس جمهور هم لطف کردن، خیلی سریع برنامه رو تنظیم کردن که اگر بتوانیم انشالله در 20مین سالگرد استقلال به اتفاق بریم زیارت اون عارف بزرگی که با نفسش صدها سال ملت‌های ما رو جلو برده، ساخته و اندیشه‌های انسانی، اندیشه‌های متعالی، اندیشه‌های توحیدی رو به بشریت عرضه کرده. ما تبریک میگیم، خوشحالیم که در 20مین سالگرد در سرزمین عزیز تاجیکستان و در کنار برادران عزیزمون هستیم. مجدد تبریک میگم. مطمئن هستم با تدابیری که آقای رئیس جمهور دارن، با علاقه و اهتمامی که بین دو ملت دوست هست، هر روز شاهد گسترش هرچه بیشتر روابط و انشالله پیشرفت هر دو کشور خواهیم بود. یک جان تشکر دوستان عزیز. ما سمت دادیم